کیهان و هشدار خروج ایران از NPT. تصور کن ایران از پیمانی خارج بشه که بیش از 190 کشور جهان در اون عضو هستن. این همون بحثیه که کیهان باز کرده. روزنامه کیهان نوشته بعد 22 سال مذاکره خسارتبار وقت خروج از NPT فرا نرسیده است. معاهده NPT یا همون منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از 1970 اجرا شده. ایران هم جزء اعضاشه و بر اساس اون باید برنامه هسته‌ایش محدود بشه و زیر نظر آژانس باشه. اما در مقابل حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای رو هم داره. کیهان ادعا کرده ایران 22 سال مذاکره کرده ولی نتیجه نگرفته. تحریم‌ها هنوز پابرجاست و فشارها بیشتر شده. از نگاه اون NPT به جای تضمین حق ایران تبدیل شده به ابزار فشار غرب. به همین دلیل به ماده 10 NPT استناد میکنه و میگه هر کشوری اگر منافع حیاتیش در خطر باشه میتونه از پیمان خارج بشه. خروج از NPT یعنی ایران دیگه به تعهدات هسته‌ای پایبند نیست، اما در عوض خطر تحریم‌ها و انزوای جهانی شدیدتره. نظر شما چیه؟ فکر میکنید ایران همچنان باید در NPT بمونه یا نه؟